در ادامه سفر کاری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون در طرفخانه استقلال ناحیه واسع با یتیمان شهر و ناحیه‌های منطقه کلوبی ولایت خاتلون صحبت صمیمی انجام داده و بیش از 100 نفر کودکان و نورسانی که با امر تقدیر از پدر و مادر خود محروم ماندند تحفه‌های ارزنده تقدیم کردند. در سیاست اجتماعی دولت حکومت جمهوری تاجیکستان دستگیری طبقه نیازمند از جمله یتیمان و بی‌پرستاران، نفران امکاناتشان محدود و دیگر شخصان با آنها برابر موقع محوری دارد. گزارش صدرالدین سراج‌الدین و بهادری استان. در طرفخانه استقلال ناحیه واسع اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون با یتیمان شهر و ناحیه‌های منطقه کلوبی ولایت خاتلون صحبت صمیمی انجام داده و بیش از 100 نفر کودک و نورسی که با امر تقدیر از پدر و مادر خود محروم مانده‌اند تحفه تقدیم کردند. تحفه‌های سرور دولت از مجموعه سر و لباس زمستانه و تیرماهی از جمله شیمو کاستیوم، کرتا، جوراب و پایافزال، بالوپوش، شیرینی‌ها و کتاب و دیگر لوازمات خانه‌اش عبارت می‌باشند. در همین جا همچنین به یتیمان ضیافت آراسته شده به هر کدام آنها از جانب پیشوای رعیت پرور و خیرخواه و دوراندیش ملت مبلغ‌های پولی هدیه کرده شد. یتیمان کل پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمون را صمیمی استقبال گرفته با خوشنودی بی اندازه از دستگیری و غمخوری‌های همیشگی راهبریت عالی مملکت نسبت به آنها یادآور شدند. ای فروغ عالی سامان پیشوای تاجیکستان، ای شکوه و شأن دوران سایبانی ما یتیمان. من ابراهیم و نرگس خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 13 هستم. ما یتیمان شکرانه میکنیم که در کشوری آزاد و آباد زندگی می‌نماییم و همیشه از غمخواری های پدرانه شما پیشوای معظم ملت برخورداریم. ما هیچگاه خود را یتیم و بی‌کس نمی‌کنیم، زیرا ما فرزندان دولت هستیم. شما پیشوای معظم سایبان و رهنمای ما هستید. برای ما چه در تحصیل و چه در روزگار همه روزمان تمام شرایط و امکانیت ها فراهم آورده شده است. من شخصا از نام خودم و از نام یتیمان کل ناحیه بار دیگر به شما پیشوای محبوب ملت اظهار منتداری نموده جواباً به غمخواری های بی‌نظیرتان در حق ما یتیمان با بهای خوب و اعلا تحصیل کرده فردا صاحب کسب شده تلاش میکنه که به خلق و وطن تاجیکستانی عزیز خود خدمت صادقانه نماییم. سلام علیکم. ذکر کرده شد که امروز در جمهوری تاجیکستان هیچ یک یتیم از لطف و مهربانی پدرانه پرزیدنت مملکت بینصیب نمانده. آنها همیشه تحت حمایه دولت و حکومت جمهوری قرار دارند. این است که یتیمان هرگز خود را یکه و تنها حس نمی‌کنند و باور دارند که در فضای صلح و آرامی با استفاده از شرایط و امکانات فراخ علم آموزی تحصیل نموده با معرفت بلند انسانی بهر آینده درخشان وطن خدمت خواهند نمود. سرور دولت محترم امامعلی رحمون تاکید داشتند که در سیاست اجتماعی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان دستگیری طبقه نیازمند از جمله یتیمان و بی‌پرستاران، نفران امکاناتشان محدود و دیگر شخصان با آنها برابر موقع محوری دارد. با تاکید پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون هدفهای حکومت جمهوری تاجیکستان تنها به سمت فراهم آوردن زندگی شایسته به مردم روانه گردیده است و در این قطار دستگیری طبقه نیازمند از قبیل یتیمان و بی‌پرستاران و نفران امکاناتشان محدود اولویت دارد. واقعا امروز در تمام شهر و ناحیه‌های کشور مکتب اینترنت‌های به طلبات زمان معاصر جوابگو یعنی دارای شرایط عالی دانش اندازی، مؤسسه‌های مخصوصی تعلیمی برای معیوبان و دیگر انشاءات برای طبقه نیازمند جامعه بنیاد کرده شده است. پرزیدنت مملکت تاکید نمودند که دست یاری دراز کردن به نفران نیازمند از بهترین خصلت‌های انسانی محسوب یافته. این عمل را در جمهوری چون عنعنه نکوی نیاگان، شخصان سخاوت‌پیشه و خیرخواه پیوسته انجام می‌دهند. فرزندان عزیز، خودی همیشه صدها نفر ختم کنندگان مکتب‌های میانه، خوانندگان صنف‌های 11 خب برادران شما
الکی با عنوان دانشجوی مشرف گردیدم. حالا همچون دانشجو در دانشگاه و دانشکده های مملکت و لیسه کالج ها خارج یا ادامه دارد ایستاده‌ام. شما نیز خواهید از حالا انتخاب کنید کسب و هنر آنچه یک ذوق دارید، خواهشتان است، قابلیتتان است، تیاری نظم بینید. بعد CP 11 ما کمک میکنیم، دستگیری میکنیم شما تحصیل کنید، کسب و هنر علم آموزید که آینده حیات و زندگی خود را پیش برده توانید. همین است سیاست دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت به یتیمان. یگان کسی شما در خط کوچه بی صاحب نمیمانید. تا حیات مستقلانه زندگی شما دولت و حکومت شما را همه طرفه دستگیری میکنند. لیکن یک چیز را فراموش نکنید، وقتی که ما شما را آماده کردن متخصص صاحب معلومات کسب هنر میشوید، با حیات مستقلانه که گسیل کردید شما باید زندگی خود را پیش برید. امروز شرایط است که شما با حیات مستقلانه را به مشکلی خب اذیت نکشید، خواندن نکن، خوانید، آداب و اخلاق خوب داشته باشید، سواد داشته باشید، زبان خارجی را آموزید. در هر کدام دانشگاه، دانشکده عالی یا این کالج ها اختصاصی که شما خودتان انتخاب میکنید با ذوق خوانید و متخصصی های سطحی بلند شوید. وقتی که انسان کسب دارد، هنر دارد، سواد دارد، در هیچ زمان در تاجیکستان از دیگر کشور است عذاب نمیکشد، برعکس عمری با برکت میمیرد، صاحبی همه چی میشود و شما سلامتی، موفقیت و خوانش خوب و اعلی آرزومند هستم. سلامت باشید. طبق معلومات امروز در ناحیه وسیع ولایت ختلان 1491 یتیم از جمله 41 یتیم کل به قید گرفته شده است. یتیمان کل شهر و ناحیه‌های منطقه کلاب ولایت ختلان به پیشوای معظم ملت محترم امام رحمان برای دستگیری‌های پیوسته اظهار منتداری نموده ابراز داشتند که علم‌های معاصر را از بر می‌نمایند و همچون دانشمند به وای رسیده با احترام و ارزش‌گذاری به ارزش‌های ملی در پایداری استقلال دولتی و رشد و پیشرفت من بعده مملکت سهم ارزنده می‌گذارند.